در روزهای آغازین محرم سال 61 هجری که شروع سال قمریه، در سرزمین کربلا لشکر 35,000 نفری که به خلافت یزید ابن معاویه اعتقاد داشتند به فرماندهی عمر ابن سعد در برابر حسین ابن علی و یارانش که به 72 تن معروف شدند ایستادند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در شهر مکه به نبوت رسید. دین او برادری، برابری و آزادی رو در جامعه عرب نوید میداد. اما بزرگان مکه پیام‌های آسمانی و رسالت او رو در تضاد با منافع خود می‌دیدند. پس چاره‌ای نداشتند جز انکار و آزار او و پیروانش. بنابراین کمر به قتل محمد و پیروانش بستند. اما خواست الهی غیر از قصد اونها بود. محمد از زادگاه خود بیرون رفت تا جامعه‌ای نو بنیاد کنه و اسلام رو فراتر از شهر مکه گسترش بده. در سال 8 هجرت مکه به دست مسلمان ها فتح شد. 4 سال بعد پیامبر اسلام از دنیا رفت. اسلام از مرز جزیره العرب فراتر رفت، اما تحریفات در دین و آموزه های پیامبر رخنه کرد. قبایلی که با ظهور محمد ساقه هاشون خشکیده بود، ریشه هاشون رو با تحریف و ارعاب به شاخه نشوندن. امام علی داماد پیامبر و پدر حسین علیه السلام در پی رحلت پیامبر دوران سختی گذروند. او در دوران 25 سال سکوت و خانه نشینی و 5 سال خلافت با فساد و تحریفات و بدعتها مقابله کرد. اما معاویه ابن ابو سفیان که بعد از فتح مکه محمد و دینش را همراهی کرد، با زیرکی و وعده‌هاش تونست مردم ساده و سست مرام رو با خودش همراه و خلافت رو تصاحب کنه. در نیمه رجب سال 60 هجری معاویه مرد. یزید بر تخت خلافت نشست و با این بدعت خلافت بر مسلمین موروثی شد. یزید به عنوان خلیفه مسلمین با زور و اجبار تلاش می‌کرد حکومتش رو حفظ کنه. دشمن حسین کسی بود که برای سرکوبی مخالفینش تنها در مدینه پیامبر در جنگی به نام هره به این شهر که مدفن پیامبر بود حمله کرد و تعداد زیادی از صحابه رسول الله و مردان بنی هاشم رو به قتل رسوند. در مسجد پیامبر خون ریخت. او برای 3 روز مال و جان و ناموس اهالی مدینه رو برای لشکر فاتحش حلال کرد. در جنگ هره که 3 سال بعد از واقعه عاشورا اتفاق افتاد، بیش از 10,000 نفر کشته شدند. 80 تن از اصحاب پیامبر که از قاریان و حافظان قرآن بودند کشته شدند. 800 زن به فرزندان نامشروع باردار شدند و غالب دختران مدینه مورد تجاوز قرار گرفتند. هنگامی که نامه‌ام به تو رسید، حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر را احضار کن و از آن 2 بیعت بگیر. پس اگر زیر بار نرفتند، آن 2 را گردن بزن.
امام حسین قصد بیعت با یزید نداشت. به همین دلیل نامه‌ای به برادرش محمد حنفیه نوشت که وصیت ایشون بود. من نه از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد از مدینه خارج می شوم، بلکه هدف من از این سفر امر به معروف و نهی از منکر و خواستم از این حرکت اصلاح مفاسد امت و زنده کردن سنت و قانون جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و راه و رسم پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام است. اینک ما پیشوایی نداریم. امید است که خداوند ما را به واسطه شما بر محور حقیقت گردآورد. به راستی که مردم انتظار شما را میکشند و پیشوایی جز شما ندارند. شتاب کنید. بیش از 12,000 دعوتنامه از مردم شهر کوفه، سیاسی ترین شهر جهان اسلام، به امام فرستاده شد. امام برای ارزیابی موقعیت و صحت نامه ها عموزادش رو مسافر کوفه کرد. مسلم ابن عقیل. گروه کوفه بدانید، به شهر کوفه کنون نزول کرده رسول خدا به عز و جلال. مسلم اوضاع کوفه رو برای ورود امام مناسب دید. او با ارسال نامه‌ای از امام خواست به کوفه بیاد. امام حسین در 8مین روز از ایام حج مکه رو به سوی کوفه ترک کرد. ابن عباس و دیگر بزرگان جامعه اسلام در مکه و مدینه و حتی برادرش محمد حنفیه با این تصمیم مخالف بودند. اما مردم کوفه با ارسال بیش از 12,000 نامه از او طلب یاری کرده بودند و خواسته بودند حسین برای نجات از ظلم حکومت حاکم پیشوا و امام اونها باشه. 60 سال پیش پدر بزرگش محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه هجرت کرد. تصمیمی که آغاز تمدن عظیم اسلامی بود و حالا هجرت حسین از مکه به سوی کوفه برای اصلاح دین جدش و میراث تمدنی او آغاز شد. کعبه قبلگاه مسلمین و محل جمع شدن اونها برای اعمال حج محسوب میشه. حسین ابن علی درست در چنین زمان و مکانی انتخاب خودش را انجام داد. او از حاجیان جدا و رها شد و این پرسشی شد برای حاجیان که چرا حرکت امام در این زمان و مکان انجام میشه. این جمله بارها شنیده شد که حسین علیه السلام در طول راه موقع ورود به هر منزل یا خروج از اون با خودش زمزمه می کرد. از پستی دنیا نزد خدا آن است که سر یحیی ابن زکریا به بدکاری از بدکاران بنی اسرائیل هدیه شد. زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسری که پدرش نامعلومه. عبیدالله پسر چنین پدری بود و پدرش به این نام شهره عرب. سیاس کارکشته‌ای که یزید مأمورش کرد از حسین ابن علی بیعت بگیره. به همین دلیل اون رو به حکومت کوفه فرستاد. امیر مومنین یزید ابن معاویه ما را به حکومت کوفه منصوب فرموده، البته با حفظ حکومت بصره. پس به کوفه می رویم
پیش از آن که حسین ابن علی به آنجا برسد. حسین علیه السلام به جانب کوفه روان بود که ابن زیاد از بصره به طرف کوفه تاخت، بلکه زودتر از امام به شهر برسه. فرزدق شاعر معروف عرب در مسیر کوفه امام رو زیارت کرد. ابن رسول الله، هنگام حج چرا در خروج از مکه عجله کردی؟ اگر من شتاب نمی کردم در مکه مرا دستگیر می کردند و با ریختن خون من در خانه خدا احترام کعبه را از بین می بردند. پسر زیاد زودتر از امام به کوفه رسید. او با ملبس کردن خود به هیبت امام تونست عوام فریبی کنه. اهل کوفه هم فکر کردن امامشون حسین ابن علی وارد شهر شده. از ابن زیاد به امیر مؤمنان که خداوند او را تایید کند خبر میدهم که مسلم ابن عقیل آن برهم زننده وحدت وارد کوفه شد و در خانه هانی ابن عروه فرود آمد. من بر آن دو جاسوسانی گماردم تا اینکه آنان را از خانه بیرون آوردم و پس از نبرد و درگیری خداوند مرا بر آنان مسلط ساخت. گردنشان را زدم و سرهایشان را برای شما فرستادم.
انا لله و انا الیه راجعون. کوفیان ما را بیاور گذاشتند، پس هر کس از شما میخواهد بازگردد منعی نیست، باز گردد و حقی بر او نداریم. امام خبر شهادت مسلم رو به همراهان داد تا همه از شرایط کوفه مطلع باشند. امام اونها رو در انتخاب بین موندن یا رفتن آزاد گذاشت. از این منزل با جدا شدن عده‌ای از همراهان در طول راه منزل به منزل کاروان امام کوچکتر می شد. قره ابن یزید ریاحی فرمانده سپاهی بود که ابن زیاد گماشته بود تا راه رو بر حسین علیه السلام ببنده. او همین کار رو کرد. ای مردم، من پسر علی و فاطمه دختر پیامبر هستم. پیامبر خدا فرموده هر که حاکم ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می شمارد و پیمان خدا را می شکند و بر خلاف سنت پیامبر خدا می رود و میان خدا و خلق خدا با گناه و ستم عمل می کند، با کردار و یا گفتار بر او نشورد، بر خدا فرض است که در قیامت او را در جایگاه همان ستمگر در منزلگاه ذوحسن حسین ابن علی لشکر تشنه حر رو سیراب کرد و بعد از اصرار و اجبار حر قرار شد ادامه مسیر کاروانش به سوی مدینه یا کوفه نباشه. در منزلگاه قصر بنی مقاتل امام با عبیدالله ابن حر جعفی روبرو شد، کسی که جنگاور بود و نامدار عرب. اما تاریخ در موارد مختلفی او و تردیدهاش رو به یاد داره و این بار البته مهمترین شک و تردید او بود. این دیدار در آخرین نقطه پیش از ورود به کربلا بود و این تنها دیدار امام برای طلب کمک. از کوفه بیرون آمدم تا در جنگ شما نباشم ای پسر پیامبر. اگر تو را یاری کنم نخستین کشته خواهم بود، ولی این اسبم را بگیر. به خدا سوگند هرگاه با آن دنبال چیزی بودم به دست آوردم و هرگاه در تعقیبم بودند نجاتم داد. این را بگیر. ما را با اسبت نیازی نیست، از اینجا برو و ضد ما مباش، زیرا هر کس فریاد ما خاندان را بشنود و پاسخ نگوید خداوند او را با صورت در آتش دوزخ می‌افکند.
عمر پسر سعد ابی وقاص بود. سعد معروف به جنگاوریه که دوش پیامبر اولین تیر اسلام رو به سوی کفار در جنگ بدر، اولین جنگ مسلمین با مشرکین پرتاب کرده. ابن زیاد برای مجبور کردن امام برای بیعت با یزید، عمر ابن سعد رو با وعده حکومت ری با سپاهی عظیم به کربلا فرستاد. امام عمر سعد رو می شناخت. اونها همبازی دوران کودکی بودن. امام خواست تا با عمر سعد گفتگو کنه. گفتگویی که میان اردوگاه امام و جنگاوران او برقرار شد. امام گفتگو رو فرصتی کرد تا چشم عمر سعد رو به کاری که داره انجام میده روشن کنه. اما طمع حکومت ری عمر سعد رو با خودش برده بود. هرچند هنوز بین جنگیدن و نجنگیدن وامونده بود. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. امیر مؤمنان یزید بر گرامی داشت شما افزوده و به من نوشته است تا 4000 دینار و 200 درهم را در میانتان تقسیم کنم و شما را به سوی جنگ با دشمنش حسین ابن علی بیرون ببرم. پس گوش دهید و فرمان ببرید. ابن زیاد با اهالی کوفه معامله کرد. اونها رو به راحتی خرید و سر به راه خودش کرد. پسر زیاد ترس داشت ابن سعد در مقابله با امام به اندازه کافی مصمم نباشه. در میان روزهای 3 تا 9 محرم، شمر ابن ذوالجوشن، سنان ابن انس نخعی، نصر مازنی و شبس ابن ربعی را عازم کربلا کرد. پسر زیاد عمر سعد رو با حکومت ری رام کرده بود. همون که امام گفته بود دستش به گندم ری هم نمیرسه. ابن زیاد شمر رو به عنوان ابزار فشار کنار عمر سعد قرار داد تا عمر از جنگ با فرزند رسول خدا منصرف نشه. شمر و دسته ای که همراهش بود حرکاتی از سر رذالت و اوباشگری می کرد، بلکه 2 جبهه رو به آغاز نبرد وادار کنه. نقشه‌ای که با درایت امام ناکام بود. ما آغازگر این نبرد نخواهیم بود. روز 7 محرم عمر ابن سعد 500 نفر رو کنار فرات نگه داشت که مانع رسیدن دست حسین و اهل بیت و اصحابش به آب بشن. امام دستور داد پشت خیمه ها خندقی حفر بشه، محض ممانعت از نفوذ و حمله ناگهانی دشمن از پشت سر. شاید هم نگران عصر روز 10 و بعد از شهادت خودش بود. شمر شب 9 محرم خواست تا عباس پسر علی و برادر حسین علیه السلام رو به میدان معامله بکشه. با اماننامه‌ای که برای عباس و دیگر پسران ام البنین آورده بود، قلب اردوگاه امام رو نشونه گرفت. نوبت عباس که رسید، وفای به عهد در اردوی امام برابر پیمان شکنی قد راست کرد. نیمه های دل شب آقا ابوالفضل
امام در شب دهم معروف به شب عاشورا یک بار دیگه یارانشو جمع کرد و اونها رو در انتخاب بین ایستادن و رفتن آزاد گذاشت. در این شب هیچ کس از یاران امام او رو ترک نکرد. ما با این دشمنان فرداست. همگی آزادید که بروید، تعهدی به من ندارید. این سیاهی شب شما را پوشانده است. نسبم را دریابید و بنگرید که من کیستم. به خودتان بیایید و بنگرید آیا کشتن من و هتک حرمتم برایتان رواست؟ آیا این روایت پرتکرار به شما نرسیده که پیامبر خدا درباره من و برادرم فرمود این دو سرور جوانان بهشتند؟ عمر، تو به حکومت ری نمیرسی و پس از من نه در دنیا شادمان خواهی بود نه در آخرت. ای شبس، آیا برایم ننوشتید که میوه ها رسیده و همه جا سبز شده؟ بیا. به خدا که مرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح میدهم. حر ابن یزید ریاحی راه رو بر امام حسین بست. کاروانش رو در کربلا از حرکت نگه داشت، اما دوستداران امام و شهدای کربلا حر رو به عنوان کسی میشناسن که تونست در یک لحظه رستگار بشه. لحظه‌ای که تونست تصمیم بگیره و انتخاب کنه. حر حسین رو انتخاب کرد و معنای اسم خودشو عینیت بخشید. حر واقعا آزاده بود. من ذنبي جيتك اغسل قلبي وقلبي فطرس وانت لبيدك جناحه متألم سيدي متندم والضمير الله ما عرف راحه لو تدري شنو داخل صدري من تعب يا بلسم عمري وجراحه ناديتك وش كثر آذيتك واليا آذي
شاهد باشید که من عمر ابن سعد اولین تیر را به سوی آنها پرتاب می کنم. نوبت جان بازی شب پیامبر رسید. ای حرم ذوالجلال با غم و درد و ملال، جمله کنیدم حلال عمر به آخر رسید، عمر به آخر رسید. بعد از شهادت اصحاب و یاران نوبت بنی هاشم رسید. علی اکبر بزرگترین فرزند امام اولین بود از بنی هاشم که به میدان رفت و به شهادت رسید. به نقل تاریخ وقتی علی اکبر در میدان میانه خاک و هزاران اسب و شمشیر و نیزه و خون تنها دو چشمش روی زمین دیده شد، پدر به سوی او دوید و صورت بر صورت فرزندش گذاشت و فرمود: علی علی الدنیا
دست و خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. علی جانم، علی جانم به سرم. جوانان بنی هاشم بیایید از گلشن وصلت نچیدم، جوان امیدم به جای خلعت دامادی تو که بندرت عباس ابوالفضل ماه بنی هاشم سقا بود و علمدار. عباس سردار بود. قلب‌ها که ناامید میشد بردن نامش یا شنیدن صداش امید بود. تا پیش از عاشورا حتی بعد از روز هفتم بارها به قلب لشکر زده بود و علقمه رو به مشک کشیده بود. نام عباس همیشه با آب و سقایی گره‌ای ازلی خورده. مشت به دوش سوار مرکب رسید لب فراد، زانوی ادب و گذاشت لب فراد، آب و برداشت جلو ماضی دهان، صدا میزن عباس بچای حسین کشنن، تو میخوای آب بنوشی عباس، دور از ادبه دور از انصافه، بچای حسین کشنن. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل.
iki dünya başı, iki dünya başı, aşağıya düşmez, aşağıya düşmez. امام برای خداحافظی و وداع آخر به خیمه ها رفت. کودکش رو بغل گرفت. ولی ناگهان دستش زیر گلوی علی اصغر داغ شد. هرمله با تیر 2 شعبه گلوی علی اصغر رو نشونه گرفته بود. لا لا آیا یاری دهنده هست که به خاطر خدا ما را یاری دهند؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آیا یاری دهنده هست که به خاطر خدا ما را یاری دهند؟ طلب یاری امام در این موقعیت چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا اگر کسی به یاری میومد حضرت کشته نمیشد؟ این ندای یاری برای خود یا یاری دین بعد از شهادت او؟ اجرای آیین عزاداری در شکل‌های مختلف و زیارت کربلا لبیک به اون نداست و پاسخی به این سوال. انتخاب و آزادی در برابر زور و اجبار، معصومیت در برابر خشونت، وفای به عهد در برابر حرص و طمع و عهد شکنی، تو رگ فرهنگ ها که جاری بشه، حادثه به حماسه کشونده میشه و مردان حماسه اسطوره میشن. کاری که امتها برای زنده نگه داشتن تاریخ هاشون بهش نیازمندن. بزن ای را حسین را سر بریدن، 'Ila Rabbika radiyatan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 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 'Ila Ra
بزن نی را که در خونش کشیدم، بزن نی را که عباس علمدار دو دست او بریدن مکوبا، بزن نی را علی اکبر جوان بود، دم رفتن به فکر عیان بود. خطبه های زینب و ام کلثوم خواهران امام حسین و امام سجاد فرزندش و تنها مرد بازمانده از واقعه که گفته میشه زخم جنگ هم بر تن داشت، تونست ستونهای کاخ یزید رو به لرزه در بیاره. یزید به اصرار همسرش مجبور شد خلاف میل و رغبت اجازه عزاداری به بازماندگان واقعه بده، درست در محلی که فرمان قتال همونجا صادر شده بود. جابر ابن عبدالله انصاری از بزرگترین صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نخستین زائر سید الشهدا بود. او در روز اربعین همراه عطیه به کربلا رسید. یا حسین، یا حسین، حسین، آیا دوستی پاسخ دوستش را نمی‌دهد؟ من شهادت می‌دهم که تو پسر خاتم پیامبرانی، پسر امیر مؤمنانی، پسر فاطمه دختر پیامبر، برترین زنان جهانی. پس پاکیزه زیستی و پاکیزه مردی، اما دلهای مؤمنان در فراق تو ناخوش است. سلام و خوشنودی خداوند بر تو باد. من گواهی می‌دهم که تو به همان راهی رفتی که برادرت یحیی پسر زکریا رفت. سلام بر شما که در راه حسین فدا شدید و در رکابش جان باختید. با کافران جهاد کردید و آنقدر خدای را عبادت کردید تا مرگتان فرا رسید. به خدایی که محمد را به پیامبری برگزید سوگند که ما نیز در آنچه انجام دادید شریکیم. به خدا سوگند نیت من و یارانم بر آن کاری است که حسین و یارانش کردند. یزید تنها 3 سال بعد از عاشورا با مرگی خفتبار مرد. گزارش ها درباره مرگ او متفاوته. عده‌ای دائم الخمر بودن و شدت مستی رو دلیل مرگ او میدونن. برخی گاز گرفتن به وسیله میمون همیشه همراهش رو و تعدادی هم کشته شدنش رو در بیابان به دست عربی ناشناس اعلام کردن.
یزید نوکر و غلامانش رو در حالی که قصد صید آهو داشته توی بیابون گم میکنه. بالای چاهی با مردی عرب روبرو میشه. اگر میدانستی من چه کسی هستم بیشتر احترام میکردی. کیستی برادر؟ من امیرالمؤمنین یزید پسر معاویه هستم. به خدا که تو قاتل حسین ابن علی هستی. نهال صدر نخستین نشونه ایه که مختار ثقفی فرزند عبید فاتح کوفه در کربلا کاشت. او انتقامی سخت از قاتلین امام حسین و شهدای کربلا گرفت. ابن زیاد 7 سال بعد از عاشورای سال 61 در روز عاشورا به دست ابراهیم اشتر از یاران و همراهان قیام مختار کشته شد. از غروب عاشورا سپاهی که پیروز میدان بود تلاشش محو بزرگی حسین علیه السلام بود. نیت اونها این بود که نه کسی از زمین کربلا نشونی بگیره و نه از مردانش سراغی. اما گذر زمان خلاف اونو نشون داد. چراغ خدا با دست و دهان هیچ کس خاموش نمیشه. در طول قرون متمادی بنای حرم از سوی توسط شیفتگان و شیعیان امام ساخته شده و از سوی دیگه تخریب‌ها هم وجود داشته. شیعیان معتقدند مشرف شدن به کربلا و از سرگذروندن فراز و فرود این راه گذر از خوده، نه خاک. سیراب کردن تشنگان راه با آبی که از شهید کربلا دریغ شد. ادای نزورات به نیت اسرای شام که به خستگان راه توان دوباره بده. با لبخند مدام دعوت کردن از چهره‌های آفتاب سوخته و حتی شستن پاهای پیاده و برهنه‌ای که از راه دور و دراز پرآبله شده. نشونه عشق به حسین ابن علی. اگه عاشورا وجه حماسی قیامه، 40 تجلی وجه دیگه اونه، یعنی عشق و محبت.